در افغانستان چنه سواری خاص یا خود سرچه پرانی را دوست دارد. خیر باشه. جوانان در وادی عبدالله خیلی ولایت پنجشیر صبح بر وقت به کوه میبرایند تا به اصطلاح سرچه پرانی کنند. هفته به خاطر که میشونه ما رو سرچه خراب میشه باز هفته که برام میره طرف خونه باز بساوش پس میمونه. در جای دور که میرن بلندی های کوه است پرشتون به سرعت زیاد ترس ندارین در کوه در سنگا شما را نزنه؟ نه باشو کلش ولاس ان شاء الله کسی ترس بس نداره. خبرنگار رادیو آزادی هم یک درسی سرچه پرانی را از خود کرد. برای کسایی که مثل ما مهارت اسکی وطنی را ندارن خیلی خطرناک واقع میشه. طریق بودم دمی یک دست موگور شده یک پیشونی موگور شده و اینجاش هم تا شش دیگه یک جور زونی من موگور شده. وسیله آینی نجار دور محمد از درخت میوه سرچه می سازد. او می گوید که سرچه سازی تاریخی طولانی دارد ولی پیوندی تنوکه سالهای اخیر پیدا شده است. کسیش خب ما معلوم نیست اینمی آینه که اختراع کردیم اینمی در زمانهای ما جور کردیم. همین نفر آینه هم که اختراع کرد اضافه کرد به اصطلاح یا معلوم نیست نفرش که یا معلوم نیست نه مگم در این وقتا شده آینش سیستم برکش یا به اصطلاح همی که استارت میکنه اون چی از چه استفاده برکش این جنال یک دانه شما یه نصب میشه اینجا زین جور میشه با بسیار هرچی که بسرعت باشه اینمی که کش میشه استارت میشه این قسم برکش میشه. با فرارسی تابستان برف آب می شود و در پنجشیر موسم کوهنوردی آغاز می شود.